سلام دوستان گلم، من مجید هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز میخوام یه سایت ایرانی بهتون معرفی کنم که کارش فروش طلاست و به ازای هر ثبت نامی که از طریق لینک یا کد دعوت شما داخل این برنامه میاد بهتون طلا میده. حالا چجوری؟ توی ادامه ویدیو بهتون حتما میگم. قبل از اینکه بریم با سراغ آموزش حتما کانال رو دنبال کنین. من سعی میکنم ویدیوهایی که داخل کانال میذارم در مورد درآمد باشه. اگه به اینجور ویدیو علاقه داری حتما کانال رو دنبال کن، لایک کن، کسای دیگه ببینن و خودم روحیه بگیرم و کامنت بذار برام در مورد برنامه و در مورد هر چیزی که دوست داری ویدیو بسازم. حتما از طریق کامنت با هم در ارتباط باش. لینک همین برنامه همین سایت هم میذارم زیر ویدیو، همین ویدیو، که بتونی راحت از طریق لینک من به این سایت دسترسی داشته باشی. ببینیم بعد از اینکه رو لینک کلیک میکنین این صفحه واسهتون باز میشه. این صفحه اول واسه ثبت نام. یه بار گفتم که هر کس از طریق لینک شما وارد این سایت بشه و ثبت نام کنه، تکمیل کنه، هم واسه اون شخص طلا میده هم برای شما. بعد ببینید این قسمت بالا شماره موبایلتون رو می‌نویسین، قسمت پایینی هم همون کد دعوته. حالا واسه کسی دیگه بود کد دعوتش رو می‌نویسین، اگه برای من بود که همون از لینک بزنین کد دعوت من اینجا میاد. بعد از اینکه این دو تا قسمت رو پر کردین، این قسمت پایین بعد از اینکه این کار انجام دادین میرین واسه اینکه واسهتون کد بیاد. خب بعد از اینکه این کار انجام دادین وارد این صفحه میشیم و اینجا یه کدی برام میاد، یه کد 5 رقمی میاد. این قسمت ازتون رمز میخواد. خب یه نکته بهتون بگم، والا همینجوری نوشتم این کدو. ببین اینجا دی توضیحاتی داده. این اولین جمله که میخوایم، اولا که انگلیسی بنویسیم، اولین جمله که میخوایم بنویسیم با حروف بزرگ شروع بشه، بعد حروف کوچیک بنویسیم، بعد عدد داخلش حتما باشه. وارد صفحه بعدی میشیم. اینجا باید نامتون رو بنویسیم بالا، قسمت بالا نام می‌نویسین، نام خانوادگی، همون نامی که داخل کارت ملیتون هست و شناسنامه‌تون هست همون رو می‌نویسین، نام خانوادگی و تاریخ تولدتون رو، کد ملیتون رو می‌نویسین. بعد شماره موبایلی هم که میزنید حتما باید مطابقت داشته باشه با کسی که کد ملی رو میزنه، یعنی اون شماره باید حتما به اسم خودتون باشه. بعد اینکه این مرحله رو تکمیل کردیم این قسمت پایین رو میزنیم، این قسمت پایین تایید و ثبت اطلاعات. حالا بذارین قسمت من پر کنم. حالا این نکته خیلی جالب به اینجا من رسیدم بهتون بگم، این نوشتن تاریخ این قسمت این کوچولو سخته. ببین اینجا رو وقتی رو تاریخ تولد میزنی این شکلی که اینجا میاد، اینا حواستون باشه به دقت. یه تیکه خیلی سخته. بذار بهتون بگم حالا چجوری. ببینین مثلا اینجا که سال رو نوشتین، بعد میخوایم واسه ماه بیایم، مثلا طرف برج 2، ببین صفرش رو باید اول بذاریم بعد بیای 2. اگه طرف مثلا برج 10 باید 1 رو بذاری بعد 0 رو. اینو باید دقت کنید که اگر رقم چیزتون تاریخ تولدتون
از برج 1 تا 9 حتما باید پشتبندش 0 بزنید، بعد 9. مثلا 0 بزنید بعد 5 بزنید، برج 5 یا 4. این دقت کنید، این یه خورده سخته. بعد مثلا اون برج 5 اینا من اینو نوشتم 05، بعد میای این ور مثلا باز این جگه از 1 تا 9 روز تولدتونه، حتما پشتبندش 0 بزنید. مثلا 2/5/1376 این شکلی. بعد کد ملیتون هم میزنید، احراز هویتتون تکمیل شد، این کادرها رو پر کردیم. این پایین ثبت و اطلاعات رو کلیک میکنیم که بریم مثل صفحه بعدی. خب بعد از احراز هویتتون و تکمیل کردن ثبت نامتون، این صفحه براتون باز میشه. این قسمت بالا سمت راستتون این چشمی که هست نوشته موجودی، اگه روش بزنید موجودیتون رو بهتون نشون میده. این مقدار طلا و چقدر ارزش داره. اینجا مقدار طلاتون رو نشون میده و اینجا هم مبلغ این طلایی که داره. خب حالا این پایین این قسمت نوشته پروفایل، این روش کلیک میکنیم، این صفحه براتون باز میشه. بالا نوشته دعوت از دوستان، روش کلیک کنیم. اینجا این کد دعوت منه، این کد دعوت، یعنی شما برین ثبت نام کنین، اینجا کد دعوت شما میشه. میتونید از کد دعوت به کسایی دیگه بگین که تو این برنامه ثبت نام کنن و میتونین از این طریق هم به اشتراک گذاری و لینک دعوت بگیریم. این قسمت رو کلیک کنید روش. خب ببینید اینجا خودش نوشته با دعوت از دوستان تا 2500 میلی گرم طلا جایزه ببرید. اینجا خودش هم توضیح داده که چقدر میتونین راحت از این طریق دعوت کنید و تعداد به هر لینکی که میاد ثبت نام میکنه واسه هر کسی میتونید 500 نفر رو تو این برنامه ثبت نام کنیم، به این مقدارم طلا بگیریم و خیلی هم راحت برداشت کنیم. حالا بریم برداشتم بهتون بگم. این صفحه رو برمیگردیم عقب. این صفحه اول که واسهتون باز شد، همین خانه که نوشته اینو بزنیم، این صفحه که باز شد اینجا نوشته فروش. رو فروش کلیک میکنیم. حالا شما اینجا 30 میل دارین، نگاه اینجا هر مقدار که شما طلا دارین این مقدار براتون میاره. شما رو این کلیک میکنین یا اصلا همون که موجودتون رو کلیک میکنین، رو همین 30 کلیک کنین، مقداری که قرار پول به کارتتون بیاد اینجا می نویسه و میتونین شما برداشت بزنید. حالا اجازه بدید من یه برداشت بزنم ببینید چجوریه. وقتی تایید بزنید همه توضیحات اینجا براتون میاره. بعد تایید فروش رو بزنید، اسمسش هم براتون میاد. بالا اسمس هم بهتون نشون بدم که مقدار طلایی که شما از این برنامه برداشتین پیامکش هم براتون میاد. حالا برگردیم عقب. اینجا میگه مبلغ رو وارد کنیم. این بالا این قسمت که مبلغ رو وارد کنیم
اون موجودی پولتونه. الان دیگه طلا نیست، پوله. همون مقدار شما میتونید بردارید. خب بذارید من اینو انجام بدم. میتونید اون مبلغ هم اونجا ننویسین، اینجا نوشته برداشت. برداشت کل موجودتون رو. این هم میتونید تیکو بزنید روش که اون مبلغ دیگه نخواهید چیز کنید. اینجا شماره کارتتون یا همون شماره شبا رو میزنید، نوشته فارسی شماره شبا، با شماره شبا بهش بدید. این قسمت که من از قبل شماره شبا رو دارم رو تایید میکنم. شماره شبای من میاد اینجا. سقف برداشتم اینجا تعیین کرده. اطلاعات هم میتونید بخونید. خب این ادامه رو بخوام بزنم، اینجا این پول میاد به حساب من. اینم اطلاعاتشه که میگه آقا تایید شد و مبلغ واردی به بانک فلان فلان اینا رو نوشته. تایید و برداشت این قسمت. اینم کد پیگیریش و تایید و ثبت. دوباره پیامکشم بازم میاد که میگه شما از این سایت برداشت کردید. این تلفنشای منو. خب چیز دیگه ای نمیمونه. نگاه کنید من برگشتم به اون صفحه‌ای که بعد از ثبت نام اومدیم. این قسمت رو دقت کنید، یا همون قسمت، دو تا قسمتی که من بهتون گفتم. ببینید الان موجودی من صفره، موجودی ریال من، موجودی طلای منم صفره. خب اثبات برداشتش هم دیدیم. اینو پاک کنم. این هست. میتونید راحت از این سایت درآمد داشته باشیم با کد دعوتتون. اشتراک گذاری و کد دعوتتون هم بهتون نشون دادم. چند نفر میتونید چیکار کنین بیارین. تعداد نفراتی هم که شما میارین اینجا مینویسه براتون چند نفر آوردین، و تعداد طلایی هم که بهتون میده مقدارش رو اینجا کلی براتون مینویسه. خب دیگه چیز دیگه ای نمیمونه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. حتما یادتون نره تجربتون از این سایت واسه من کامنت کنین، لایک کنین، بهم روحیه بدین واسه ویدیوهای بعدی. و اگه دوست دارین اینجور مطالب رو حتما کانالمو دنبال کنین. تا ویدیو بعدی.